دموکراسی در سوئد یا سویدن. سویدن کشور دارای دموکراسی است. این بدین معنا است که قدرت به معنای واقعی به دست مردم می باشد. پارلمان سویدن نمایندگی مردم سویدن را به سطح ملی به دوش دارد. هر 4 سال یک بار شهروندان سویدن در انتخابات به احزاب سیاسی کشورشان رأی می دهند. حزبی که بیشترین رأی را به دست آورد حکومت تشکیل می دهد. رهبری حکومت را نخست وزیر بر عهده دارد. در سال 1919 سویدن قانون را در مورد حق رای همگانی به اجرا گذاشت که مطابق آن هر دو مرد و زن از حق رای برخوردار شدند. پیش از آن تنها مردهایی که قدرتمند بودند حق رای داشتند و مردم عادی و بدون ثروت دارای حق رای دهی نبودند. همان مردم اقلیت ثروتمند و قدرتمند بالای اکثریت مردم تصمیم می گرفتند. برای اولین بار زنان در انتخابات پارلمانی سال 1921 رأی دادند. به همین ترتیب مردان و زنان از امکانات تحصیل و کار یکسان برخوردار شدند. سویدن دارای 4 قانون مهم است و همین قانون‌ها متضمن دموکراسی در کشور می باشد. حق رأی اولین قانون در سوئد است. دومین قانون حق آزادی بیان، نظریات فرد از طریق رادیو، تلویزیون و یا هم از طریق فیلم و تصویر می باشد. سومین قانون حق نوشتن، تب و نشر از طریق کتاب، مجله، روزنامه بدون سانسور می باشد. حق چهارم حق آزادی دین است. این آزادی به مردم این حق را می دهد تا بدون تبعیض دین را که می خواهند انتخاب و عملی کنند. پارلمان سویدن 349 نماینده دارد و از همین جا به سطح ملی تصامیم گرفته می شود. هر حزب که بیشتر از 4% رای مردم را به دست آورد به پارلمان راه می یابد. سویدن به 20 استان یا ولایت و 290 شهرداری تقسیم شده است. شهرداری ها را سیاستمداران رهبری می کنند که توسط مردم همان منطقه انتخاب شده اند و در سطح همان منطقه تصمیم گیری می کنند. جلسه کلاس یا صنفی آنچه در همه سوئد معمول است و بیشتر در هر کلاس برگزار میشه. رهبری از این جلسه را یکی از دانش آموزا به عهده میگیره. یک دبیر یا منشی هم به خاطر یادداشت مسائلی که در اونجا مطرح میشه حضور می داشته باشه. در این جلسه در مسائلی که در کلاس یا در صنف درسی اتفاق میفته تبادل نظر صورت میگیره. دانش آموزان نظریاتشون در مورد مواد درسی و نحوه درسی، سیستم آموزشی که استاد به کار میبره با هم تبادل نظر میکنن و پیشنهادها و انتقادهایشون در میان میگذارن. در آخر جلسه یک شخص از میان دانش آموزان برای جلسه ایسفی یا ایسفیروت انتخاب میشه. در ایسفیروت یا در جلسه ایسفی رهبری جلسه را مدیره یا مدیر ایسفی به دوش می داشته باشه. در جلسه یک دبیر یا سکرتر هم حضور می داشته باشه تا موردی که در اونجا بیان میشه او را واضح و یادداشت بکنه. در هر صنف از هر صنف ایسفی یا از هر کلاس ایسفی یک نماینده در جلسه حضور می داشته باشه. در جلسه و مسائل عمومی از جمله نبود یا فقدان کامپیوتر، مسائل نظافت و پاکی در صنف‌های درسی و در ساختمان ها مورد بحث قرار می گیرند و همچنان رئیسی یا مدیری ایسفی پیشنهادها و مشکلاتی که به شکل تحریری از صنف آمده او را هم به خوانش می گیرد. چرا این مهم است؟ بخاطر که
هر کمون از جاهای یا محلهای کار و درسی خود گزارش میخواهد و در مورد آنها بعداً بازنگری و یا در ادامه آن تصمیم گیری میکنه.